حتما با یه زاویه دید مثبت به این سفر نگاه کنم. اینکه بعد از اینکه کارهای اداری رو انجام دادم با دوستان برم صفا سیتی منگوله دیگه، برم تو دل طبیعت و بازار و کافه و دور همی و اینا. و از همه مهمتر دلم برای خونه بابا اینا خیلی تنگ شده، دوست دارم برم اونجا لم بدم، استراحت کنم، هیچ کاری نکنم. در حال این مسافت طولانی و این سفر اجباری یه جوری باید از دل خودم در بیارم دیگه. خلاصه من برم به کارم برسم، بارو بندیل رو ببندم که برم. شما هم به خدای بزرگ و ماینان می سپارم. درود دیگه، بدرود هموطن.